طاهریان سلاله تاجیک تبار کشور خراسان است که سالهای 821 و 873 در ولایت خراسان حکمرانی کرده است. نیاگان طاهری ها شهر فوشنگی ولایت هرات را در دست خود نگاه می داشتند. سرسلسله این خاندان حاکم فوشنگ طاهر ابن حسین بود. در وقت قایم مقام خراسان بودن مأمون که بعدتر به مسند خلافت رسید، طاهر در دربار اون نفوذ و اعتبار کلان پیدا نمود. سال 811 در جنگ بین دو برادر یعنی وارثان هارون الرشید امین و مأمون در تلاش حاکمیت طاهر لشکر مأمون را سرداری کرد. او در سال 813 بغداد را ضبط نموده برای به تخت خلافت صاحب شدن مأمون به طور جدی کمک رسانید. پس از چند وقت در بغداد سردار تمام قوه حربی خلیفه بود و بعد از آن در سال 821 حاکم خراسان تعیین گردید. طاهر مملکت خراسان و ولایت‌های آسیای میانه را همچون حکمران مستقل اداره می‌کرد. وی در سال 822 حتی فرمان داد که خطبه نماز جمعه نام خلیفه را یاد نکنند. این با خلیفه بغداد قطع علاقه کردن او را افاده می‌نمود. پس از چند روز این واقعیت طاهر وفات نمود. نسبت به مرگ ناگهانی طاهر چنین فکر موجود است که او را جاسوسان خلیفه زهر داده کشته بودند. اگرچند طاهر میل تماما آشکاری مستقل شوی داشت، خلیفه مأمون به حاکم خراسان پسر او طلحه را تصدیق نمود. پسر دیگری طاهر عبدالله سال 830-844 در هیچ صورت خود را مطیع خلافت نمی‌دانست. خراسان را به اختیار خود اداره می‌کرد. در زمان او قرارگاه طاهریان شهر نیشاپور گردید. خلیفه معتصم عبدالله را خیلی بد میدید، ولی برای سرکوب و مطیع کردن او هیچ یک چاره و امکانیت نداشت. کوششی به واسطه زهر هلاک ساختن عبدالله هم قرار نگرفت. طاهری ها برای تشکیل کردن حکومتی متمرکز قوی و به ترتیب انداختن امور زراعت تدبیرهای قطعی پیش بینی نمودند. آنها طریقی بهتر استفاده بردن آب را جاری کرده نهر و کانال های نو ساختند. موافق سفارش عبدالله مشهورترین قانوندان های مملکت قاعده و میزان بهره برداری آب را در کارهای زراعت تحت مطالعه قرار داده کتاب در این باره تالیف نمودند که مدت 200 سال حل مباحثه و ماجرای ساحه آب و آبیاری را همچون دستورالعمل خدمت کرد. عبدالله این چنین کوشش نمود آن خودسری هایی که در محلها زمینداران کلان و ماموران دولت نسبت به برزگران روا می داشتند تا حد امکان محدود گرداند. وضعیت اهالی و خصوصاً برزگران در زمان طاهری ها نیز خیلی وزنین بود. آنها از طرف زمینداران کلان سخت استثمار شده در همین حال مجبور بودند که به دولت اندازهای از حد زیاد بدهند. چنانچه در سال 844 مبلغ مالیاتی که از برزگران ستانیده شده بود 48 میلیون درهم را تشکیل می‌کرد. شورش برزگران سیستان قریب هیچ قطع نمی‌شد. طاهری ها برای معمول کردن دین اسلام کوشش کردند، چون این نیت داشتند که روحانیان اسلام را در بابت سیاست مرکزیت دادن دولت به تکیهگاه خود مبدل نمایند. در عهد طلحه طاهری در استوروشن که آیین زردشتی نسبتاً بیشتر محفوظ مانده بود نیز دین اسلام جاری کرده شد. عبدالله طاهری در سال 840 با تشکیل مرافعه جنایتی بر افشین سابق استرافشن حیدر که پس از قبول کردن دین اسلام یکی از سرداران حربی خلیفه معتصم گردیده بود مساعدت نمود. افشین حیدر در وقت محاکمه به آن گناهکار کرده شد که او برای پنهان داشتن اصل مقصد خود دین اسلام را قبول کرده در عمل برای شورش استرافشن در طلب استقلال و آیین قدیمی تدارکات می‌دیده باشد. دولت طاهری ها به مقدار زیادی عملداران باسواد احتیاج داشت. از اینجاست که عبدالله کوشش میکرد نظر به دوره گذشته دانش و آموزش را بیشتر دسترس عامه وسیع اهالی گرداند. عبدالله نیز مانند پدر خود شاعر بود. برادرزاده او منصور که مرو، آمول و خوارزم را اداره میکرد با اثرهای فلسفی خود شهرت پیدا کرده بود. پسر عبدالله طاهری II سعی میکرد که در هر بابت با پدرش تقلید نماید. عموما زمان حکمرانی عبدالله و طاهر را میتوان آغاز احیای مدنیت محلی نمود.
اما این روند خیلی مرکب و اختلاف آمیز بود. گپ در سر این که خود نمایندگان سلاله طاهریان خصوصا عبدالله به مدنیت عرب و تمامی ظهورات آن اخلاص داشتن خود را با اصرار تاکید می کردند. در عصر 9 و ابتدای عصر 10 در ایران جماعت‌های زردشتی نشأت پیدا کرد. محض در همین وقت چنین اثرهای زردشتی از قبیل بندهیشت و دینکرد این چنین یک قطار تالیفات غیر دینی با وجود می آید. طاهریان همه این را به اعتبار نگرفتن نمی توانستند، خصوصا از جهت سیاسی دشمن اساسیشان خلافت عباسی بود و خود آنها به همان ولایت‌های تکیه می کردند که اکثر اهالیشان ایرانی زبان بودند. محض از همین سبب طاهریان به شاعران علل خصوص معتقدان شعوبیه اجازت می دادند که آنها را به پادشاهان و قهرمانان پیش از اسلام قیاس کرده ستایش نمایند. در درباره طاهریان در قطار زبان عربی زبان فارسی هم مستعمل بود. در معرف کتابخانه وجود داشت که اثرهایی به زبان پهلوی نوشته شده نگاه داشته می شد. آخرین نماینده سلاله طاهریان محمد ابن طاهر نتوانست که قدرت دولتداری را نگاه دارد. ضد طاهریان یعقوب ابن لیث اول در سیستان اسیان برداشته آنجا حکمران گردید. سپس در محاربه آینده لشکر طاهریان شکست خورده ولایت‌های خراسان را به تصرفش درآورد. نهایت سال 873 یعقوب ابن لیث نیشاپور پایتخت دولت طاهریان را ضبط نمود. به جای سلاله طاهریان خاندان دیگر تاجیک تبار صفاریان در خراسان حکمران گردید.